بکنید وقت ممکنه که بهتر به دست ما برسه و پیامک‌های شما رو مطرح بکنیم. خانم یاوری اینجا کنار ما هستن. سلام، مرسی، ممنون، عصرتون بخیر، خسته نباشید. در خدمتتون هستم امروز با آموزش غذایی به اسم پای گوشت و سبزیجات. خوشمزه است؟ فکر میکنم خیلی خوشمزه است، خیلی مناسب مهمونی‌ها هستش، غذای سبک هست، تنوع شکلش، مواد داخلش خیلی بالا هستش. حالا حین آموزش حتما توضیح میدم. بفرمایید. مواد اولیه‌اش یه خمیر داریم که اول مواد خمیرش رو بهتون میگم. آرد 150 گرم، کره سرد یخچالی 75 گرم، نمک به میزان لازم، آب سرد 5 قاشق سوپخوری. مواد میانی پیاز نگینی شده 1 عدد، گوشت چرخ کرده 150 گرم، سیر رنده شده 2 حبه، نمک فلفل به مقدار لازم، هویج پخته شده 1 عدد، جعفری خرد شده 2 قاشق سوپخوری، زرده تخم مرغ 1 عدد، روغن 4 قاشق سوپخوری، ربع گوجه فرنگی هم 2 قاشق غذاخوری. خب برای این غذا توی مواد اولیه هم گفتیم که کره سرد و آب سرد. این خمیر پای هست. فکر می‌کنم بینندگان آشنایی به غذاهای به این سبک دارن. حتما کرش باید سرد باشه، آبش سرد باشه، تو کیفیت خمیرمون خیلی تاثیر داره. آردشون رو از قبل الک میکنن، داخل کاسه میریزیم. با غذا ساز میکسر هم میتونن این خمیر رو بگیرن، مشکلی نداره. نمک به مقدار لازم، اندازه اینو که قاشق غذاخوری کافی هستش. چه نوع آردی استفاده کردین؟ آرد شیرینی پزی هست که آرد نولم ما بهش میگیم. سه داخل سوپرمارکت یا لوازم قنادی ها میتونن استفاده کنن. اگه از نون فانتزیا خواستن بگیرن آرد نون باگت، ولی نونای دیگه نه، مثلا نون سنگک و نون بربری و اینا نه، نمیتونن استفاده کنن. آرد و نمک رو که با هم مخلوط کردیم، کره رو باید به موادمون اضافه کنیم. کره رو با نوک انگشتاشون، حتما کره سرد باشه. اگه کرمون نرم باشه، مخصوصا الان که هوا گرمه، بافت خمیرمون کلا عوض یعنی میشه. استثناً این کره نباید به دمای محیط نه، برسه. مخصوصا الان باز زمستون باشه، مثلا 2-3 دقیقه قبل یا 5 دقیقه قبل میتونن درن، مگر اینکه فریز باشه، مثلا تو فریزر باشه دیگه، کاملا یخ زده باشه که قبلا درش بیارن. کاملا با نوک انگشتان به خورده آرد میدیم، مثل خورده نون میشه این خمیر. وقتی به این شکل شد، آبو کم کم باید اضافه کنیم، چون آب اندازه دقیق نداره، شاید کمتر از 5 قاشق ببره، شاید بیشتر. عمده ترین سوالات در بخش آشپزی مربوط به جایگزین کردن ها میشه. بله. دوستان عزیز بیننده ما نگاه میکنن توی یخچالشون چی هست، بر اساس همون میخوان ببینن آیا اون آموزشی که در برنامه ما داده میشه رو میتونن درست بکنن، انجام بدن یا نه. مثل اینکه خیلی‌ها پرسیدن آیا میشه کره رو حذف کرد و به جاش از روغن استفاده کرد یا خیر؟ سوال خیلی خوبیه خانم مراد. نه، نمیشه، چون کره بافتش سفته. روغنای الان روغنای نیمه جامد هست و اصلا توی پای نمیشه این کارو بکنیم، چون اصلا کاملا خمیرمون به روغن میفته. بعد موقعی که میخوایم باز کنیم، چون خیلی خمیر حساسی هستش، اصلا نمیشه، بریده میشه. حتی موقعی که این خمیر باید 2 ساعت داخل یخچال استراحت کنه. اگه حجم زیاد دارن درست میکنن، تیکه تیکه خمیرشون رو درارن درست کنن، دوباره تیکه بعدی. میگم چون این خمیر خیلی حساس است، مایه اصلیش کره هستش، به خاطر همین به روغن میفته. بعد از اینکه این خمیر رو به این شکل انجام دادیم، باید 2 ساعت داخل یخچال استراحت کنه که من از قبل این کاسه رو هم اگه بردارید بیننده های ما همکار ما دغدغه اینو دارن که مردم خوبه. خب من اینجا خمیرش رو از قبل آماده کردم که بینندگان ببینن. حالا توی این فاصله که خمیرشون داره استراحت میکنه، میتونن مواد اولیه رو درست کنن، مایه‌شو، مواد میانی در واقع. خب روغن داخل ظرفمون میریزیم. فکر کردم همه روغن رو میخواید بریزید. بعد پیاز نگینی شدمونو، این سوالی که کردید که بینندگان چیزایی که تو یخچالشون هست میخوان درست کنن، این غذا خیلی مناسب هسته. میتونن هر چیزی که داخل یخچالشون دارن، انواع سبزیجات، حتی میتونن گوشت اضافه نکنن یا گوشت چرخ شده مرغ اضافه کنن. از اینجا به بعد دیگه هنر خودتون خانمای عزیز، هر چی تو یخچال دارید برید از اونها استفاده کنید، دغدغه اینو نداشته باشین. ای بابا مثلا ذرت نیستش، فلفل دلمه نیست، ذرت نبود، نخود فرنگی نبود، قارچ نبود،
کرفس، غذایی نیست که بگیم موادش نیست، فقط خمیرش فکر خیلی کنم مهم مهم همون بود خمیر که است. داخلش رو میتونن به هر چی که دوست دارن پر به کنن. حساسیت خمیر توجه کنید برای استفاده از کره دیگه. دقیقاً. خمیر حساسه بهش بر خب پیازمون رو که تفت دادیم یه مقدار سبک شد، بینندگان تو خونه یه مقدار بیشتر بذارین. یه سوال جالبم پرسیدن، گفتن به جای آب در این خمیر میشه از شیر استفاده کرد یا خیر؟ اگه شیر حتما سرد باشه شیرش. شیر سرد. بله. مقدارش هم همون مقداری که برای آب گفتید. حالا تو بعضی دستورا که مثلا چون ما دستورای مختلفی داریم، روغن جامدم توش هست ولی کره هم هست توش، اون موقع آب لیمو ترش هم اضافه میشه. به خاطر اسیدی که آب لیمو ترش داره جلوگیری میکنه از روغن افتادن خمیرش. ولی توی این کارو نکنن. چون اصلا دستورا با هم متفاوته. گفتیم پس خمیر وقتی آماده شد به مدت 2 ساعت 1 تا 2 ساعت داخل یخچال استراحت. خیلی خب پیازمون رو که تفت دادیم گوشت چرخ شده رو بهش اضافه میکنیم، کاملا گوشتمون تغییر رنگ بده. بعد نمک و فلفل داریم به همراه سیر رنده شده. خب شما اینقدر این خمیر رو مهم و حساس جلوه دادید که سوالا بیشتر الان که هولوش همین خمیر است. گفتن آبو نگفتین که اضافه کنیم. آبو آخر سر دیگه کم کم اضافه کردیم، موقعی که آرد و نمک رو مخلوط کردیم، بعد کره رو به خورده آردمون دادیم مثل دونه های خورده نون که شد، بعد آبو کم کم گفتم کم کم قاشق قاشق اضافه کنید، شاید 5 تا قاشق بیشتر بشه شاید کمتر، یه خمیر صاف و نرمی به دست بیادش. خب سیرمون هم که اضافه کردیم نوبت اضافه کردن هویجمونه. هویجمون رو از قبل با آب میپزیم، نگینیش میکنیم، کاملا که خنک شد اضافهش میکنیم. ما بعض وقتا نمیدونیم چیکار کنیم با سوالات بیننده های عزیز که همشون روی چشم ما جای داره. مثلا دوستی گفتن که ای بابا بازم از این سوالا که چی رو جایگزین بکنیم، اصلا شما یه غذای دیگه درست کنید. یه قدری باید با حوصله تر دوستان عزیز با هم برخورد بکنیم و مهربان تر، چون واقعا بعضی سوال میپرسن واقعا سوالشونه و دوست دارن اون غذا رو درست بکنه. ممکنه شما بانوی عزیز که یه خود ناراحت میشی یا آشپز حرفه‌ای باشی و مسلط غذاها رو ببینی و درست بکنی، اما بعضیا تازه عروسن، تازه اومدن پای اجاق گاز وایسادن و دارن آشپزی میکنن، یه ذره بیشتر هوای اونا رو داشته باشیم. 100%. خب هویجمون رو اضافه کردیم، ذرتمون حتما یا کنسروی باشه یا بخار پس شده باشه، به مواد اضافه میکنیم، فلفل دلمه‌ای، بعد نوبت اضافه کردن رب گوجه فرنگیمونه. فقط یادشون باشه که مایه‌شون خیلی روغن نداشته باشه، چرب نباشه، چون این مایه میخواد داخل خمیر بره که روغنش رو به خمیر پس نده. بعدم بینندگان تو خونه که زمان دارن مایه‌شون رو که درست کردن بذارن خنک شه، بعد داخل خمیرشون بریزن. خانم مثلا پرسیدن که میشه از خمیر دیگه هم برای این غذا استفاده کرد و آیا برای این خمیر از غذاهای دیگه میشه؟ من فکر کنم مثلا منظورشون درست کردن پیراشکی و ایناست، میشه این کاری کرد یا خیر؟ ببینید ما کلا خمیرا چند مدل داریم. غذاهای خمیریمون خمیرایی که پراشکه توش مایه خمیر میره، خمیرای حجیم هستش. این خمیرایی که حجم نمیگیره، چون نه بیکینگ پودر داره نه مایه خمیر. یه خمیرای دیگه داریم مثل خمیر هزارلا یا میلفوی که اونا خیلی ترده، مناسب این نیستش. ما میگیم پای یا تارت. تارت بیشتر برای شیرینی استفاده میشه، پای حالا هم شیرینیش هست هم غذاش هست. سبک خمیرش کلا فرق میکنه. در انتهای جعفری خرد شده رو اضافه میکنیم. هم میتونید جعفری رو حرارت رو خاموش کنید اضافه کنید یا اینکه یه تفته کوچیک بدید خاموش. خب بعد از اینکه تمام این موادمون رو مخلوط کردیم نوبت باز کردن خمیرمون. من خمیر رو باز میکنم، یه مقدار آرد برای احتیاط کف کارم میپاچم. هر وقت که احساس کردید میشه مواد خمیر رو دوباره بفهمید. میتونم همین الان بگم؟ بله خانم. آرد 150 گرم، کره 75 گرم، نمک به مقدار لازم، آب سرد یخچالی 5 قاشق سوپ خوری. بله. خب روی گاز نمیشه درست کرد؟ نه.
اینو نمیشه، ولی توی اوون میشه، اوون توستر هم میشه درست کنم، تو فرم میشه، تو مایکروفرم میشه. بسیار خب خمیرمون که باز شد، قالبامون ببینید هم قالبای پای به این شکل هست، بزرگش هست، اینا تک نفره هست، میتونید استفادهش کنید. خیلی کم قالبمون رو چرب میکنیم یا اسپری میکنیم یا با قلم. خانم شما گفتید خمیر رو باید 1 تا 2 ساعت در یخچال استراحت بدن و استفاده کنن. پرسیدن آیا میشه خمیر رو درست کرد و یه مدت طولانی تر نگه داشت؟ مدت طولانی تر ممکن هست یا نه؟ اون مدت طولانی اولا باید ببینید چقدره، مثلا 1 هفته نباشه، ولی 2-3 روز که بمونه هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط سرمایه یخچال خمیرمون رو سفت میکنه. خیلی موقعی که به این شکل شد اصلا دست بهش نمیزنن، چون گرمای دست خب دوباره خمیر رو نرم میکنه، میذارن بیرون مثلا یه 5 دقیقه، بعد درش میارن و بعد استفادهش میکنن. خب بعد ببینید به این شکل کف قالبشون رو چنگال میزنن که خمیرشون پف نکنه. بعد یه مقدار از مواد میریزن، بعد هم میتونم به صورت نوار یا اینکه کاملا روش رو خمیر بزنم. به این شکل که شد روش رو زرده تخم مرغ میمالیم. داخل فر حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه تا بپزه و تله‌ای شه. بسیار. فقط یه نکته‌ای که هست، از فر که در اومد دست بهش نزنن، خنک شه، بعد از قالب کاملا راحت جدا میشه. بسیار. دست شما درد خواهش نکنه. میکنم. باز اگه سوالی بود من در انتها در من برای ماکروفر رو هم گفتید البته برنامه مشخصی داری، برنامه خاصی باید بله بذارم؟ بله، ولی زمانش خیلی کوتاهه، چون توی فر کلا 20 دقیقه میپزه، ولی نهایتا تو ماکروفر تا 5 دقیقه دیگه کافیه براش. بسیار. خیلی ممنونم از شما. نمک چقدر باید میریختن؟ میزان لازم. لازم. قاشق چای خوری خیلی کم بریزن. بسیار. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. دوستان عزیز اگه به دل خودم باشه ها، دوست دارم تک تک پیامک‌های شما رو بخونم و از کارشناسان بپرسم. موضوعی که به دل من هیچی نیست. بفرمایید. گفتیم مواد اولیه چشم، درجه حرارت فر چشم، زمانش چشم. خانم میشه رو گازم پخت؟ نه. برای بار دوم نه. بازم جواب شما نه. خیلی خوب، مواد اولیه رو بفرمایید. مواد اولیه‌اش، مواد خمیرش آرد 150 گرم، کره سرد یخچالی 75 گرم، نمک به مقدار لازم، آب سرد 5 قاشق سوپخوری. مواد میانیش پیاز نگینی شده 1 عدد، گوشت چرخ کرده 150 گرم، سیر رنده شده 2 حبه، نمک و فلفل به مقدار لازم، هویج پخته شده 1 عدد، جعفری خرد شده 2 قاشق سوپخوری، کنسرو ذرت 1/2 لیوان، زرده تخم مرغ 1 عدد، روغن 4 قاشق سوپخوری و رب گوجه فرنگی 2 قاشق سوپخوری. اما طرز تهیه؟ طرز تهیه‌اش خدمت بینندگان گفتم، آرد داخل یک کاسه میریزن، کره رو میریزن، با نوک انگشتشون به خورده آرد میدن، نمک و بعد آب سرد رو اضافه میکنن تا خمیرمون صاف و یه دست شه. بعد داخل یخچال به مدت 1 تا 2 ساعت میذارن استراحت میکنه. مواد میانیش هم پیاز و نگینی میکنیم، بعد گوشت رو تفت میدیم، ذرت، فلفل دلمه‌ای سبز، بعد هویج پخته شده، نمک، فلفل رب و در آخر جعفری. خمیر رو باز میکنیم، داخل قالب مواد رو میریزیم و دوباره روش رو با خمیر میپوشونیم. زرده تخم مرغ 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 تا 30 دقیقه داخل فر پخته میشه. خیلی ممنونم از شما. موفق باشید. صحبتتون پربرکت. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. تمام شد. خداحافظ. من به هوای خونه آرومم، من به هوای اون که تو خونه قدر منو میدونه آرومم. خونه پر از رویای شیرینه، خونه پر از دلگرمی واسم، خونه یعنی
خوشبختی خونه یعنی تموم احساسم خونه پر از رویای شیرینه خونه پر از دلگرمی واسه